اول از همه بریم میوه بخریم. سیب بخریم یه بسته 6 تایی تقریبا مثلا 600-700 گرم 99 پنس. سبزیجات هم بگیریم که سبزیجات میکس شسته شده، کاهو، کلم و هویج 75 پی. بعد برنج بگیریم 500 گرم باسماتی که نزدیکترین برنج به برنج ایرانیه 1.85. بعد گوشت بگیریم که میشه مرغ، 2 تا سینه مرغ 2.29. بعدش بعد بریم خب یه شیر بخریم دیگه قاعدتا واسه شیر هفتمون. بگیریم، شیر پوچرد میخریم 1.20 پنس. یه پنیر هم بگیریم دیگه تا این همه راه اومدیم. پنیر خامه‌ای یا پنیر پنیر خامه‌ای بهش میگن دیگه، صاف چیز 83